این گاوها یک سال پیش وارد جماعت شگناوی ناحیه خوالینگ شدند. صاحبان این گاوها میگویند که امید نداشتند که گاوهای از اروپا به کوهستان وارد شده مطابقت میکنند، اما این گمانشان برعکس برآمده و 40 سر گاو را به 60 سر رسانیده اند. محیدین قاسموف کارمند جمعیت دارای مسئولیتش محدود رنگدره میگوید آنها در اول چاروا را برای مطابقت وارد دهات کوهستانی شگناو کردند. بعد مطابق شدن گاوهای اروپایی به محیط کوهستان آنها کامپلکس تشکیل کرده سرشماری گاوها را بیشتر کرده اند. بود هوای ما مطابق است. اویدی کارکرد شیر یک کارخانه خوردی محصولات شیری از فدراسیون روسیه دسترس کردیم که این زمان در حضور همون هستیم. کارمندان جمعیت دارای مسئولیتش محدود رنگدره بعد تأسیس کامپلکس و تولید گوساله از گاوهای آلمانی تجهیزات‌های شیری آورده به کارکرد محصولات شیری در منطقه کوهستان شروع کردند. ساکنان جماعت شگناو بیشتر در کارخانه‌های کارکرد طلا مشغول کارند و درآمد اصلیشان هم از همین حساب است. صاحبان کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود رنگدره میگویند میخواهند توجه ساکنان را به دیگر سمت صاحبکاری نیز جلب کنند. کمپلکس چارواداری در جماعت شگناوی خوالینگ در حال تأسیس یافت که در این ناحیه زمان شوروی یک فرمای بزرگ چارواپروری وجود داشت و ناحیه‌های منطقه را به محصولات شیری تامین میکرد. اما بعد پشتخوری شوروی این فرما کساد شده، حالا به جز ستون‌های فرما نشانی از آن نمانده است. مقامات ناحیه خوالینگ هم میگویند که برای دوباره احیا کردن آن مبلغ ضرور است.